بچه خوشگل این ال کلاسیکو با اون چارتای قبلی فرق داره. ای ها راستی اسمش آوردی، باختن هر چارتاش درد داره. آخه هدفامون با فرق داره، شما ال کلاسیکو ما یو سی ال. ها همون بازیتون با آرسنال، رایس تو کاشته زد تو خیگل. می قرار هر سال ما بگیریم، به نظرت جو یکم لوس نمیشه؟ فعلا که وضعتون کاکتوسه، هر چقدر آبش بدی موز نمیده. با سن 6 تا سی ال به چش دیدم تا آخر عمر نبینم بسمه. عروسک تا حالا سگانه هم دیدی، نمیخوام بس بکنم خستمه. سگانه و شیشگانه که خست شده با یه سلتیک سیتی مالیده، ولی این قضیه 15 سی ال فقط برازنده رئال مادریده. شما 200 چمپیونز ببر خونه، جلو بارسا بازم میشین ولو. انگار نمیدونی داری کجا میای، فرد جهنمتونه برنابئو. آره بابا جدیدتونم میاد، یا مال برگشته توی ترکیبه. یه بار دیگه اینجوری لفظ بیای قطعا بین من و تو جر میشه. به نظرم بازیو خیلی مشخصه، احتمالاً نتیجه میشه 2-2. شما فعلا پا بزن تا برسی به کفش کورس کشیموی لوکا مودریچ. مادرید بهم داده نظم اسپورت، میپوشم پای تیوی میشینم، تشم با شعار حال مادرید گریه هانسی فیلیکو میبینم. باده ببینم